بچه اومدیم با یه ویدیو دیگه. بچه ها ببخشید الان میبینید ما تو مپیم. ما اولا داشتیم میرفتیم که چوب بکنیم و مپ رو شروع کنیم با شایان هم تو این مپ هست. منکفمون مرخیم. بچه ها ما برای دفعه اول به مشکل خوردیم که نتونستیم چیز کنیم، نتونستیم که ویدیو بگیریم. باگ شد و من پریدم بیرون. بخواب شایان. بعد ما منکف مرغیم و اینکه بچه ها ما یه ویلیج پیدا کردیم. ویلیج پیدا کردیم. ما بچه میخوام براتون یه شعر بخونم سپام. بچه به خاطر این من تصویر نذاشتم که تا ما 50 تایی یا 100 تایی نشیم من تصویرمو لو نمیدم. الان فول چرمی؟ نه چرا فول چرمی؟ فول چرم نه ولی وسیله چرمی داری. این تویی دارم بهت میزنم؟ نه این یه نفر دیگه است. من مردم. ساده. آیرون گلم داشتی میکشتی؟ آیرون گلم مثلا من نداری. من یه چی دوری هستش. من مرغم بازیم پرید. من الان آدمم. واسه من الان مرغ میشم. لحظه بچه دونه میخواد سپان؟ نه من گشنمه سیر شده. نه گشنمه حتی این بازی باگ داره. من گشنم نمیشه. چرا 3 ساعت دارم چون که مرغی داداش گوشه نمی اصلا نه آیرون گلمش کو؟ مگه نگفتی داشتی میکشتیش؟ داداش من مردم. بلری به مرغی بم بچه ما راستی یه مودی هم که اضافه کردیم الان نشونتون میدم. خیلی خفه. هیچ الله فرار نکن. الان میشینم اینو میکنم. سب کن شایان بنشین و پایین ترین یه دونه درخت رو بکن. شما دمت هم گرد بنوازم. این مات خیلی خفنه. همش کشته. آیرون گلمو کشتم. به من چند تا آیرون داد؟ 5 تا. 2 تا شیلد میسازم. ایوه خب شیلد کدومه؟ با 2 تای باقی میمونه. 2 تا باقی میمونه یا 3 تا؟ نه جازیات هم زیاد خونه. نه 3 تا اضافه میکنم. من برم ولیز رو لوت کنم. منم روباه به من روباه. ایوه روباه بازه. بچه ها ببخشید با اینطوری حرف میزنه. بچه ها ببخشید با اینطوری حرف میزنه. ببخشید اینطوری حرف میزنه. سبحان دونه بچه سبحان. بله من 2 تا دونه دارم. نه منو نجات کن. اسمش دامنه. منو نجات کن. تو خیلی ازم دوری. نه منو نجات کن. نه من سلام. نمیخوام. سبحان نزن. سبحان نکن باش. سبحان بیا دونه نون میخوای؟ ما که گوشنمون نمیشه. من الان گوشنم شد. سبحان دونه غیب شد. جدا گوشنمون میشه. آقا بیا حسابی چیز جمع کنیم. حسابی چوب جمع کنیم. ویلیجر استیک خر رو جور کنیم. باش استیک نخر. باش من میرم دنبال چی بود اسمش همین گراول. باش صبح یه آیرون گلم دیگه اسپان شد. پرام زدم؟ چرا؟
من آرام غلام دوست ندارم. بچه ببخشید یه ذره این بازی باگ داره. وقتی مرغیم باید توی یه بلاک باشیم دیگه. آیرون غلام ره نمیخوای آیرون غلام بکشی؟ شایان نزن بهم نزن. من نیستم. آیرون غلامه. شایان میدونم تو نه بابا آیرون برو همون جایی که منو کشته. آیرون گلم باغده. من نگم آیرون غلام. الان آدمم چطوری تبدیل شم به مرغ؟ حواست نیست؟ بشین. بده من که اونو ندارم. بیا اینجا. وسایلم کوش. اینه. هیچ چیزی که بهم نداشته. بیا الان بردار. ممنون. یه چیزشو برداشتی ها. چی شد؟ چوباتو بردار. آره سریع اونو بده من تبدیل شم به مرغ. من ندارم جدی. داری؟ ندارم. چطور تبدیل به آرون غلام شده؟ نمیدونم. قدرت های فاور تبدیل. بده. بابا ندارم. بده. بچه ها ما یه ذره چوب چندیم یعنی چی؟ کندیم. ببخشید گفتم چند. بخواب. یه بخواب بی تربیت. بد بازه. بچه ها اسکین دارم بول میزنم. اسکین همون خط ببینید. اسکین استار. من توی یه بلاک جا شدم پرام. آره با ترابتور. نه ببین بچه ها من با اجاز بچه ها بهشون گفتم که تا 50 تای 100 تای نشیم تصویرم لو نمیدم. ولی من تو کانالم لو میدم. سلام خوب شایم. نه چه خوب فالدم اجزه میشم. موافق چوب خر رو اوکی کنیم؟ چوب خر خیلی خره. چوب خر خیلی خره. آره راست میگه. من اینجا این تنابا صبحان میبندم. صبحان بله تنابا صبحان بیا موشن و تنو. ای والله بچه شما چوب میخوای؟ من چوب ها؟ نه تو شایان یه چیزی میخوای بیسمون رو اینجا بسازیم؟ نه کن بیا. من آره واقعا نیاز شدید به چوب داریم که چوب اوکی کرد. من یه استک و کل چوب دارم. چوب خر رو اوکی کرده؟ چوب خر دیگه که خر مگه؟ نه منظور نه وسیله‌شو ندارم. چیز نداری؟ چی بود اسمش؟ الله اکبر مرغ کشتم. وای سبحان اکبر رو کشتم. سبحان اکبر رو کشتم. سبحان اکبر رو کشتم. خب به من چه؟ شایان پشم داری؟ قیچه داری؟ آیرون نداریم. سبحان این گوشت اسخره. من گوشت اسخر دارم. خب من الان چطوری در بیام؟ خلصبی من تا فردا صبح خلصبی. پشم نداری؟ اگه داشتم بهت میدادم. میخوای اینو بکشیم؟ نه چی؟ اسخر من کشتم. نه بیا برو. من وسایلم سنگی شده. انقدر لگم کرافتینگ تیبل نمیاد تو دستم. سبان بیا
بریم بیس بسازیم. هایی این یه ویلیجه که به درد لاجرز دیوارم نمیخوره. اول گرولمونم جور شد. ای من دیگه حالم از چوب به هم میخوره چون که انقدر دارم. منم ولی خونه ویلیجر رو خراب نمکله یا چرا باید بکنیم؟ چون برای چوب صبحان این تبر آیرونی که میفروشه رو پیدا کردم با سورده این چند زندانیش کن. خرم زندانیش کن به درد میخوره. زندانیش کن. زیدانش کردم ولی زندانش نکردم. جلو درشو یه بلاک بذار که نتونه بیاد بیرون. چجوری؟ صبحان این خیلی پروه هم. کی؟ یاروه؟ بله. ای والله شغلمونم جورید. بیسمون نشه. نه اه. فعلا نه. بیا همون جایی که قرار بود بیس بسازیم. بیت بازی بزن. ای خواهرم ما زوغال میخوایم. من شغل استیک خر رو اوکی کردم. من چند تا امرالد بگیرم. نگی استیک خر چون که حرف زشتیه. نه استیک امرالد فروشو. ببین این صبح زغال پیدا کردم ولی آیرون پیدا نکردم. ولی زغالم بازم خوبه. آره منم دقیقا میخوام. چون ما صبحان شاید بهتون بگم فقط یه آدم علاف رو میبینه که با این همه عظمت و چوب میره استیک درست میکنه. استیک؟ بله و بتونه امرالد به دست بیاره. بچه فکر نکنید امرالد از دایموند مهمتره و از چوبم مهمتره. نه بچه بی خودی چوباتون و استیکاتون رو به هدر ندید. بچه ببین الان ما نیاز به استیک داریم و استیک رو میشه باش کلنگ ساخت، تبر ساخت، تورد ساخت و تورد ساخت و کلی چیزای دیگه میشه باش ساخت. من الان دارم من کلی امرالد بگیرم به حرفات هم اهمیت نمیدم. بابا بمده یا علی پرام نیم قلبم صبحم مردم. جدا مرده الان انسانه ها. مردم توی قار مردم. تو قار بمردم. خود چرا چیز لحظه ای گفتم؟ لحجه برداره بماره. بچه اینجا یه قار بچه یه ذره امرالد بگیرم. ببین من نصیحت میکنم که هیچ وقت ماینکرافت اما من مرغم نرید چون که باگه خیلی سمه بچه. الان من 9 تا امرالد دارم. باگیش که مشکلی نیست ولی خوب مثلا شبه؟ نه شب نیست. ماینکرافت کریپرام هم بعدا میریم. خیلی خفنم. آره کریپرام هم شاید کسی چه بدونه. من میریم ولی من ماینکرافت اما کلیپرم رو نمیرم و چرا؟ خیلی خفن اصلا موبی با من کار نداره. باگ میخوره ولی کار داره. بله باگ خورده و کار داره. تو که مگه کریپری؟ نه 17 تا امرالد ترادری خری چطور یادی بیا دیگه درست صحبت کنیم دیگه. من داره حالم دیگه کم کم از این لحظه به هم میخوره. اوکی من یه دونه کلیپر یافتم. من کل امرالد دارم. باید چه کنم این امرالدهای عزیز را؟ خرد اون کسی که گفتی چیز میفروشد اونجا زندانش کردم. کجا؟ کسی که کلی چوب داره و دورش چوبیه. آدم چوبیه.
کجا زندانش کرده ای؟ دورش کلی چوبه میتونی بری ببینی دورش کل چوبه. آیرون پیدا کردم من خوشحال میشم آرام پیدا نکرده؟ نه پرام. خب کلی زامبی و کلیپر رو از این حرفاست کون شغل چه؟ آها فهم. خب چطوری الان باش؟ آها نه این نیست، اشتباه کردم. شاید میخوای ویدیو رو دیگه قطع کنیم؟ 15 دقیقه شد ویدیو. بچه ها بیا شایم برو پیش همونی که زندانی کردیم مخششو بهم بده اونجا خدافظی کنیم. باش ایسوفان چشم. باش فعلا من دارم میمیرم سپان حرف نزن قضا بازی تمرکز کن شما من پیدا آها پیدا کردم. من الان گم شدم شما خودت تنهای خدافزی کن. خب شایان از یه جا یه سوتی دادی، از یه جا راحت میتونست در بره. چی؟ از این لبه هاش نکن اونجاش. خب من نه من من بر تو هم میخرم چیز عکس تبرعات. عکس چرا من میگم عکس هم هست راسته حواسم من کلاه چیز دارم. بیا پیش این یارو که خدافظی کنیم. من کلاه گلدی دارم. باش بخواب شایان. آیرون من میام پیشت. آیرون بله 4 تا دادم. من خوابیدم برو من اومدم پیشت. میشه نیای پیش من؟ نکن از بالا در داره اونجا. سلام. منو قیافم ویلیجری قیافه داره. بخواب بیدار شیم خدافظی با من یه چیزی بهتون بگم. بگو. ببین ویلیجرها که تو ندر میتونن راحت بخوابن به چطوری؟ ولی ما اگر ویلیجر شیم بریم تو ندر میتونیم با تخت بخوابیم و نه نمیدونم میخوای بریم بالا؟ بریم سب کن من درست زامبی بنابر شاید سبان من دل و رودم به هم ریخته. خب شایان چطوری؟ بیا بالا. از همون جا که من چیز کردی تبدیل به موت شده. بیا بالا با هم خدافظی کنیم. اسمتو چون من نمیبینم. زامبی که بیل آیرونی داره. شایان چرا من اسمتو نمیبینم؟ من زامبیم نمیتونم بیام بالا میسوزم. چرا زامبی شدی؟ نشدم دوش سم گرفت منو. جدا؟ کمک سبحان چطوری باید خوب شی؟ نمیدونم باید گادا فیلم میدیم. سبحان بیا کمک. زامبی ویلیجر شدی؟ نه تبدیل به موت نمیتونی بشی؟ مسموم کردن. سبحان بیا اینجا من دارم اینجا اسمم ببین بیا تو این قاره. بیا تو این قاره اسمم میتونی ببینی. من باک شدم. من باک شدم. نمیتونی بیای بالا؟ نه منم باک شدم که خدایا دست سر این باک.
اگه باگم درست شه دارم میسوزم. بعد نمیتونی بیای بالا منو یکیم بزنی خوب شم. زامبی هم الان. بزنیم زامبی میشم. نمیتونم بزنم. ببین الان من تنها مشکلی که دارم اینه که نمیتونم الان بیام بالا خورشید. بس امان از دستم. ویت شدم پرام. حالا بیا بالا. صبح من ویتم. حالا بیا بالا یه دونه به من بزن. سنگ ایونتو کجایه؟ بیا بالا یه دونه به من بزن. من دم همون چاله ایم. آها اینم زدی شیلد بهم؟ گرفتی. آها، نمیام. بزن انقدر بزن شیلد میشکنه به تو. خب من چرا خوب نمیشم؟ ویتوره. من مجبورم یه لحظه خاموش کنم. بچه خدافظ. لایک کامنت سابسکرایب